برای اجرای بعدی بفرمایید. آی عظمای بدبخت سیدری، آی سیدری سیدری مرز، هی سیدری را انداختی. دمر شدم را امام، دو در شدم را امام، دمر و دو در تب دارم امام رضا از است را باسم که بود را امام، بکریم زود را امام، کتلت و املت شدن امام رضا از است را. بار خاک به سرم به جوکی زده کشیده شدیده سپاه و بسیج رو ندیده فیس تو رو کوبیده. اوضاع تو این چند هفته از دست من درفته، عشق بسیجی شلخته ولی یه انتقام سخته. شما میگید بگیرمش، بله، اگه بگیرمش، بله، احمد بگیرمش. نه چرا چه فتنه برپا شده تو بیت ما جا شده، لف انتقام سختم واسم حلوا شده. شما میگید بگیرمش، بله، اگه بگیرمش، بله، احمد بگیرمش. بله. آقا یعنی اینقدر بد بود نذاشتین تموم شه؟ بد نبود، یه چیز گم کرده داشت شدید. چیزی گم کرده بود؟ بله، اون چیز گم کرده اینه که شما یک نمیدونم یک چیزی رو انگار خودتونم تو این متن دنبالش میگشتید برای اینکه ماجرا به جریان میفته. والا بنده حقیر گم کرده زیاد دارم. من امامو گم کردم، من رسالمو گم کردم. حالا با سربازان گمنام میگردیم ببینیم چی رو پیدا میکنیم. من معمولا اصلا وسط خواندن کسی قرمز نمیدم، ولی انقدر اوضاع خراب بود مجبور شدم. میخواستم حقیقتش فکر کردم بقیه میزنن که نگه داریم اجراتو، چون واقعا بد بود. فالشی بیش از اندازه، تسلط نداشتن روی حنجره‌اش، مثلا معلومه که خیلی احتیاج به کار داره. احساس کردم خیلی تحت فشار داره این کار رو انجام میده و واقعا عرقی که میریخت. احساس کردی فشار روی من بدبخت، بعد تو احساس کردی الان از 8 طرف رو ما فشاره، صداشو نمیشنوی، هی بوم بوم هر شب میترکونن، یه روز قضاییه، یه روز پایگاه بسیج، این برمون اون برمون. این اغتشاشگرا دست بر نمیدارن که گاوم بذاری عرق میریزه، چه برسه به بنده حبیب. الان رگلاژت به هم ریخته انگار، ولی توانایی حنجره وجود داره، ولی این سردرگمی در صداش به شدت. اون توانایی حنجره رو که از منقل دارم، اما سردرگمی به خاطر همین بدبختی‌های نظام دیگه، همین داستان انتخابات سال گذشته که زد فک و فوک پیاده کرد. شما سردرگمی ما چی کار داری؟ من دارم اینجا با این همه بدبختی خوانندگی بسیجی کش میکنم، آخه تو صدا رو بچسب، چی کار داری به این کارا؟ ما اینجا صرفاً مسابقه خوانندگی نیستیم، فارغ از خواننده. به نظرم زبان بدن و اون حسه خیلی مهمه. امیدوارم که خوشگل‌تر، توانمندتر بدونه. ای بابا عجب گیریه ها. درست من جسمم بدنم ناقصه، اما زبان بدنم خیلی خوشگل داره کار میکنه. یعنی از نرمش قهرمانانه بیشتر دیگه چی میخوای؟ تو ندیدی چطوری چشم بسته خوندن؟ شما چشمات رو میبندی، اصلا به مخاطب توجه نمیکنی، حتی اون موقع که آواز نمیخونی زمین رو فقط نگاه میکنی. احساس میکنم که حضور روی صحنت کمرنگه، از فضا و موقعیتت داری کم استفاده میکنی، نادرست استفاده میکنی. من علت این که با عشق قرمز زدم هم. ببین کلا قرمزی جلوی من اینقدر قرمز نکنه، میزنم اینجا قرمزت میکنم. از کدوم فضا استفاده کنم؟ کدوم موقعیت؟ مگه فضا واسه ما گذاشتن دشمنان نظام؟ میریم از فضا استفاده کنیم، دشمنان نظام میزنن یه بریمون میکنن. اوهای مزدی بابا تو یه چیزی بگوی وسط. ولی نکاتی که دوستان میگن نکات درستی. شاید همین کم بودن انرژیش و اینا، نمیدونه حالا نشد گرفته از استراب یا استرسیه که اجراش ذره متزلزل شد. همینمون مونده بود که تو هم استراب ما رو به رکمون بچشی. یه جای باحالی شما دور و بر شهرتون دارید؟ تالاب ارواح رفتی؟ مجلس خبرگانو میگی؟ من فقط یه تالاب ارواح میشناسم، اونم مجلس خبرگانه. قشنگا قبل اینکه بیای اینجا از اونجا رد شدی، یعنی از تالاب ارواح رد شدی،
یعنی مثلا گره ترسیدی انگار اومدی. هی بابا الان کل نظام شده تالاب ارواح، شده تونل وحشت، هر طرف رو نگاه میکنم قبض رو میشم والا. انگار حواست به یه چیزی بود که ما اونو نمیفهمیدیم. اگه قرار بود همه اون چیزایی که من میفهمم شما بفهمید که دیگه ما بریفتی نمیشدم که. چرا 4 تا رأی منفی گرفتی بگو؟ کدوم 4 تا رأی منفی؟ اینا همه تبلیغای دشمناست، داورا عوامل استکبار جهانی هست. خب خیلی ناامید شدی الان؟ والا الان وضعیه که امامم بود ناامید میشد، چه برسه به من. خودت قبول داری رأی منفی تو؟ نه خیر، بنده قبول ندارم. از نیروهای مسلح میخوام با این داورا قاطعانه برخورد کنن. برو بشین مثلا جای آریا، خودت به خودت رأی مثبت میدی؟ جای آریا کجاست؟ من از روی کرسی ولایت تکون نمیخورم، همینجا که نشستم جام خوبه. میدونی چی اجرا کردی دیگه؟ واکنش تماشاگرامون هم دیدی. واکنش تماشاگرا رو به راه من نکش. واکنش تماشاگرا موجسازی رسانه‌های غربی، اجرای من حرف نداشت. یعنی شما استاد تعریف کردن جوکای بی‌مزه‌ای داره؟ ما به شما اجازه میدیم چند تا جوکای بی‌مزه‌تون رو برامون تعریف. جوک بی‌مزه که زیاد بلدن. یکیش مردم سالاری دینی. جوک بعدی، ایران آزادترین کشور دنیاست. جوک بعدی، انتخاباتی که برگزار شد با شکوه‌ترین انتخابات جهان بود. یه جوک دیگه هم بلدم، نظام ما در اوج اقتدار است. بس دیگه این هر و چرا اینا مال شب انتخابات بود. تموم شد، جمع کنید و همه مثل رازخونی جمع کنید برید کاسه کوزتون ها.